وحید بیا این ماشین رو نگاه کن چقدر خوبه. بالاه. داداش تو که هنوز ندیدی ماشین رو. بالاه دیگه، بریم ببینیم. ببین داداش این ماشین کلا بیرنگه، فقط همین ابرویش هیچی نگو ضربه خورده. شاسی دیگه و تمومه. شاسی کلا کجی بالای 300 تا ماشین اینجوری. آقا این شاسیش خورده. شاسی اصلا مهم نیست، تو خریدار نیستی و شاسی مهم نیست که جلو من سالم سینی ابروی همه تو سر. مدل چه مدل این چه رنگ سگ میخره؟ تو با چه عقلی خریدی؟ نمیخوام بابا. این رنگ سفارشیه، از این کلا تو ایران دو تا، یکی اینجا یکی هنوز تولید نشده. مدل داداش خب سگ میخریم ما به جای یک لاماری خوش میخریم سوار میشم. برو یاره تو دیوانه میخری لاماری بخری؟ بیا هیوندا بدون مارک برند کره اسکوتگه اکوما سینا بینا دینا تکون نخور. مدل چه مدل آخ سفید بود همین الان پولاش بهت داده بودم. ظاهر و باطن مشکی بود همین الان پولاش داده بودم. هی مدل چیه مدل او ماشین گرگان بوده. اصلا ماشین گرگان اینا رطوبتی همه زنگ زده، شاسی ماسی همه زنگ زده. این داداش مال خانم دکتری بوده. داداش که 1 میلیون تا راه رفته. خب مطبش یک شهر دیگه بوده، کرمان بوده. بهترین مدلش مدل 95 89 بر اصلا لوازم همه آشغال شد. 85 بهترین مدل، بهترین سایز.